در آستانه زمستان که در افغانستان به آغاز فصل سرما نیز معروف است، مقامات امنیتی در ولایت غزنی میگویند که برای مقابله با چالش‌های امنیتی و گروه‌های تروریستی در این فصل برنامه‌ها و تدابیر تازه‌ای روی دست دارند. توران خان محمد عطل امیر اپراسیون کندک 2 کماندو میگوید که برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و سرکوب گروه‌های تروریستی نیروهای امنیتی این کشور حالت تهاجمی خواهند داشت. با این حال اطمینان می‌دهد که تا پایان سال جاری سطح چالش‌های امنیتی در ولایت غزنی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. عملیات ها داریم تا بتانیم که در فصل زمستان به دشمن تلفات هم وارد کنیم و تا بتانیم جایی که ما به حساب مردم از او خوبتر استفاده کرده میتونه به خاطر امنیت و به خاطر معرف و به خاطر به حساب ادارات دولتی اونو را تا بتانیم عملیات بکنیم که مردم و به حساب تمام ملت ما از همه رنج و غم و از همه بی‌امنیتی و از همه بی‌ثباتی نجات بیافته. همچنان شماره از سربازان کماندو که در حال نبرد با شورشیان هستند میگویند که سردی و گرمی هوا برای آنان تفاوت ندارند و در هر فصل آماده هستند تا گروه‌های تروریستی را نابود سازند. آنان می‌افزایند که اگر طالبان به پروسه صلح یکجا نشوند، عملیات‌های شبانه کماندوها و حملات هوایی بر ضد این گروه افزایش خواهد یافت. سرکوب دشمن بر ما سرما گرما فرق نمیکنه. هر جایی که باشیم سرما باشه گرما باشه بر ما بی تفاوت است. هر جایی که باشه اول خو پیشنهاد مهمی است که بیا بس صلح بپیونده. اگر نمیپانده بس مشتای اهمی است که ما میتونیم دادانش بدانیم چطور پانسان. دا وطن په موږ حق لري، دا وطن د مور حیثیت لري او دښمن ته به دا پیام ده چې راشي د سولې پروژې سره یو ځای سي، کنه په هر غار کې چې یو نه خلاصېږي د کمانډوي منګولو څخه در همین حال به گفته مقامات امنیتی در ولایت غزنی از فصل زمستان به عنوان فرصت برای بازنگری و اصلاحات در نیروهای امنیتی استفاده خواهد شد و در بخش‌های استخباراتی، تاکتیک‌های جنگی و تجهیزات این نیروها اقدامات اصلاحی خوبی صورت می‌گیرد.